تصویری باشور مستحق امتیازی دایره بسیاری ستاره ترابی رئیس عبدالعالی خان از ولسوالی شهری بزرگ یک در میدان را جوش انداخت. عمر پلوان مستحق از صفحه رئیس عبدالعالی خانم قلباً سپاسگزاری میگه. عمر پلوان بود که آجی ساده پهلوان است با سواری ستاره قره‌کمر است. آجی سروروای قره‌کمر آجی ساده پهلوان است. مسئولیت بسیار را اختیار دارد. بله امتیاز میگیره آجی ساده پهلوان با سواری مشکی ستاره قره‌کمر مستحق امتیازی دایره آجی ساده آجی پهلوانای نامدار و انگشتشماری ولسوالی اردوکی مستحق امتیازی دایره یک پرواز جانانه را به خط اجرا رساند. اسپانسر امروزی ما رئیس فرهاد اسماعیل زاده مستحق عتیق مختار پهلوان. عتیق مختار عتیقی که همیشه امتیازهای رنگارنگ قهرمانی را در سنگیمری بدخشان امتیاز گرفته، در دوره‌های پسین البته بزهای قهرمانی را گرفته امتیاز. باز هم ستاره قره‌کمر و سروربای قره‌کمر امتیازهای رنگارنگ مختار پهلوان است از پهلوان‌های نوسوار ولسوالی کشم. گلی بادام رئیس ملا حیدر حیدری پرواز میکنه در میدان. ببینیم که امتیاز میگیره خیر. از محترم شبیر احمدی شریفی یک از تجاران و دکانداران فوق‌العاده ولسوالی بارد قلباً سپاسگزاری میکنیم که با ما در تهیه بنر و بخش فرهنگی ما همکاری نمودند. عزیز الله پهلوان است. صابرالحق پهلوان صابرالحق پهلوان مبارز شمالی آقای شوالی خان امروز میدان نبرد رقابت میکنه. مبارز شمال است امتیاز میگیره صابرالحق پهلوان. بله امتیاز میشه خیلی. ببینید در میدان چی رایت میده. ایسی وسیع را تشریف بگو. ایسی وسیع بسیاری از رئیس خدایدادبایی مرکز فیض‌آباد مستحق امتیاز دایره را پهلوان نامدار و انگشتشماری بدخشان مستحق امتیاز دایره را شناخته شد. و از طرف رئیس فرهاد اسماعیل زاده مثل خزان وار امروز اسپانسری میکنه. توفه میده از توفهشان
ساقی امتیازی دایره را در میدان با جا گذاشت. بسواری جیرانی تیزبال و توده شکنی خودش مستحقی امتیازی دایره را نقیب مختار. پهلوان وحید باز هم به شوق جوانیاش گوسلر در اختیار داره. ببینیم که ظاهری بلوچ و پهلوان وحید گل محمد پهلوان سالای شهری بزرگ و سنتی لازرد از پهلوانای رئیس اسماعیل خان از آبگنده شهری بزرگ. ببینیم که سنتی لایزر، بله سنتی لایزر گوشه اختیار گرفته. بیرق بره بیرق. همچنان از رئیس فیدای خیرخان قلباً سپاسگزاری میکنیم از همکار و پرسنل‌های همیشه بیدار قماندان سید ظهیر خان اینجا تشریف میکنه، سلام میگذاره. از رئیس فیدا تشکر میکنیم. امتیاز میشه. ببینید که کنم پهلوان است از پهلوانای شیواز که کنم اسکارت خلیلی امگانه پهلوان مرادیسان از شیوهی بدخشان مستحق دو امتیاز دایره اسکارت امگانی ها بارستان. ببینید و سمت دایره امتیاز هم میگیره. خیر فیردوس پهلوان است از پهلوانای نوسواری و رسوالی بارستان. بسواری جیرانی رئیس مدلم خان و امراللهی وردوج هم 2 سال بند شده. ببینیم که رولا قیمی هم امرالله پهلوان، امرالله بیلگذر یک بار دیگر گسره در اختیار خود قرار داده. ببینیم امتیاز میشه. خیر بسواری سمند شاروازی شهید رسول وردوش. یک بار دیگر تشریف آوری امرالله وردوش است. بسمند بالدار شاروازی شهید رسول وردوش مستحق امتیاز نمیشه. یک بار دیگر تشریف آوری رئیس عبدالله خان خراسانی برادر رئیس فیصل خراسانی و انجینر شبیر احمدی را خوش آمدید خیر مقدم می‌گوییم. همچنان از تشریف آوری آیوش نقیبی آجی سلام و صلاح‌الدین صراف و میزبانانی که از رسوالی ارگو تشریف آوردند خوش آمدید خیر مقدم می‌گوییم. داوودی افغان از گسره در اختیار دارد. رولای قیمی بسواری اسبی تیزبال توده شکن رئیس صورت ترانسپورت مستحق دو امتیاز دایره را رولای قیمی مستحق امتیاز شناخته شد و همچنان از امتیاز هم جایزه از طرف میزبان امروزی ما رئیس فرهاد اسماعیل دارد. نجیب مختار پهلوان است. بسیارتی رئیس فوار است. متاسفانه گسره امتیاز نمیشه. امتیاز نشد. بسیاری سمانده رئیس فوار اکبرزاده مستحق جایزه شناخته نشد. ما بدون مسئولیت نفر هیچ وقت نمایه بالا نمید.
Ro'la Qayumi Palavan boz ham go'salarda va Farod Muxtor va Sunnat Muxtor va Basiri Boboshi ham do'stlar go'salar va Palavan Abdulbori buda Sunnatulloh Izar go'salarda targ'ibda basvariyasi xayr kama ketayotgan ki do'stlar maydon kama ki chala sityapti باز هم نجیبی مختار است سمندی بالداری و استمالیت برزد از این پاول میگیره آخر باز هم گسله از خط دایره عبور میکنه و چانس نمیشه برای نجیبی مختار سمندی رئیس فعالیت برزد مستحقی جایزه دومین چانس بود که از خط دایره عبور میکنه دوره بتین دوره صدر الحق پهلوان از پهلوان های امیر شوالی خان مدافع مبارز شمال است مبارز شمالی نوخرید تیزواری امیر شوالی مدافع پیل مسئولیت گسله را صدر الحق پهلوان باید داره از پهلوان های نامدار ولایت بغلان سمت شمال امروز در میدان 90 دست پنجه نرد میکنه از پای تیزواری امیر شوالی خان مدافع است بله عقاب واری به سمت دایره امتیاز نبینیم که صدر الحق پهلوان امتیاز میگیره یا خیر باز هم صدر الحق پهلوان و امرالله پهلوان رئیس عبدالعادی خراسانی یکی از میهمانان و یکی از آمیان تیمی برجسته بدخشان خواهش کرد از تمام پهلوانا خواهش بکنه که دست بکشن امروز روز اخیرین است این مردمی که از اطراف و اکناف و ولسوالی‌های دورده است و ولایت‌های مختلف تشریف آورن به خاطر سیر تماشای شما دست بکشن میگه رئیس عبدالعادی خان خیر نجیب جان خیر نجیب مختار بود که سیومی چانسی کنه آزمایش میکرد میخواست امتیاز بگیره باز هم اکان پهلوان بسیاری گلی بادامی های رجب بای خیر آباد است اکان پهلوان از پهلوان های نامدار شیوهی بدخشان دل مسئولیت گسله را اختیار گرفته گلی بادامی های رجب بای دهکره خیر آباد اکان پهلوان بود که گسله و زمین دیدن سنت الله زر یک بار دیگه میدان در خطر انداخت بسواری از قماندان سید عبدالملک خان بسواری جیران افیزگاهی ولسوالی ارگو مستحق به امتیازی دایره و سنت الله زر امتیاز کمینه بود جیتی رئیس عبدالعادی خراسانی بسیاری باباشون از ببینیم که امتیاز میگیره بخیر جیتی رئیس عبدالعادی خان بسیاری باباشون فرند میدان دست پنجه نرم میکنه مستحق دو امتیازی دایره و جیتی رئیس عبدالعادی خان
ستاره واجدی تیزدار و تیرشکن کسکشوری تاجیکستان تازه وارد کرده میدان را امروز رونق میبخشد مستحق امتیازهای رنگ دارنده رئیس عبدالله خان 2000 افغانی از طرف توفی رئیس فرهاد انبری میزبان خوب امروزی ما برای پلوان بسیر قیطه هزاریایی سالم میگذاره از ایشان هم قلباً سپاسگزاری میکنیم. جایهون پهلوان است بسیاری از رئیس قدر جان بارستانی مستحق به امتیاز دایره جایهون پهلوان امتیاز کمایی نمود از پای تیزبال انجینر سیوی اورنگ امروز در میدان دست پنجه نرم میکنه باز هم اقانه کاکای رجب بای است دیگری خیر آباد است حقانه پهلوان بسیاری حسبی آیسی رجب بای خیر آباد حقانه پهلوان از پهلوانای نامدار شیوهی بدخشان یک نمره امتیاز بیرکه بسیاری گلی بادامی آیسی رجب بای لایزر است یک بار لایزر گسره در بین بر بری داره پرتاب میکنم مستحقی دو امتیاز دایره را سنت لایزر کمایی نمود بسواری طرقی کاکابای سنت مختار سنت لایزر مستحق دو امتیاز دایره را کمایی نمود از میزبانی رئیس فرهاد اسماعیل دارم قلباً سپاسگزاری میکنیم که امروز مثل خزان واره سالم میتن سالم گذاشتن از ایشان قدردانی میکنیم از رئیس بدلبای و محترم عبدالملک خان و قاری سیوی غذا از ولایت تخار پیسر کاکای رجب از ولایت قندوز پیسرهای کاکای رجب بای قصاب تشریف آوردن را خوش آمده و خیر مقدم میگیم همچنان میهمانای رئیس فرهاد اسماعیل دارد